سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 11 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی یا در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. در ترسونزاده چی میگذرد؟ آخر هفته گذشته بعضی سر و صداها در مورد پرزور شدن تدابیر امنیتی در این منطقه تاجیکستان پیدا شد. گفته می شود کارمندان پلیس و نیروهای زود عمل هر یک ماشین را با دقت تفتیش می کنند. خبرنگار رادیوی آزادی صبح امروز به این منطقه رفت تا اصلی وضعیت را ببیند و به شما نیز بفهماند. امیدوارم تا شروع برنامه خبری جزئیات را به دست می آوریم و پیشکشی شما خواهیم کرد. پرزیدنت رادیوی آزادی جیمی فلای پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر سیوریخ شویتزاریا به جمهوری چک بازگشت. این دیدار 7 نوامبر صورت گرفت که در آن جانب‌ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان را بررسی کردند. اما درباره نتیجه ملاقات مذکور دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و بعض خبرگزاری‌های روسیه خبرهای ضد و نقیض را منتشر کردند. اما اصل صحبت چی بود؟ در این باره ما از خود پرزیدنت رادیوی آزادی در برنامه امروز خبری خواهیم پرسید. این مصاحبه را در برنامه می توانید تماشا کنید. پرزیدنت بولیویا ایو مورالس اعلان کرد که به استعفا می رود. قبل از این اعلان فرمانده ارتش بولیویا با او پیشنهاد کرد که از مقامش استعفا دهد. حادثه روز یکشنبه 3 هفته پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی به وقوع پیوست. در این انتخابات مورالس خود را پیروز اعلان کرده بود. چون و چرا را در برنامه خبری برایتان خواهم گفت. 5 زندانی ایرانی از محبس‌های تاجیکستان آزاد شدند. رهایی این افراد در پی اعلان عفو اخیر صورت گرفته است. طبق اطلاع آژانس خبری ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، این 5 نفر با پیگیری سفارت ایران در دوشنبه آزاد شده و روزهای اخیر به تهران بازگشتند. معلوم نیست که این شهروندان ایران به کدام گناه در زندان‌های تاجیکستان نگاه داشته می‌شدند. در سال 2015 حدود 10 تن از محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می‌کردند که اکثر آنها برای قلابی و اوباشی مجرم شناخته شدند. لازم به یادآوری است که حکومت تاجیکستان ماه گذشته به مناسبت 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان عفو اعلان کرد و طبق آن هزاران نفر زندانی از جمله خارجیان نیز مورد عفو قرار گرفتند. چرا تلاش‌ها برای بالا بردن معرفت جنسی نتیجه کم می‌دهد و یا اسقاط حمل نورسان و دختران تا 18 ساله چه پیامد داشته می‌تواند؟ در برنامه امروز اوید این مسئله صحبت خواهیم داشت، زیرا به قول پزشکان تاجیک هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان درباره عائله‌داری و تربیت جنسی معلومات می‌دهند، همانا حالت‌های اسقاط حمل در بین دختران به چشم می‌رسد. حالت‌های نیز بوده است که دختران بنابر ناآگاهیشان بعضاً مهلت اسقاط حمل را گذرانیده در موردهای کوشش رهایی شدن از طفل بطنشان خود به هلاکت می‌رسند. تفصیلات را در برنامه منتظر باشید. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و کلاسیکی همراهی کنید.